اگر یار مرا دیگی بگوشه دیگه نمیام به محله بگو رختای نو خور بپوشه دیگه نمیام به محله اگر برسید که خلاص کجایه سلام برور مونده نباشی. سلامت باشین خاله جان. خوب خیریت بخیری. سلامت باشین شکر فرض خدا. شکر زنده باشین. زنده باشین. شما از می خالیم برو. بله یا خاله جان. چی ماستیم خاله جان؟ نام شما چیه؟ بله. نام شما. نومه. آه. نون ماییم شما. نو اسم شما میگم چیه؟ آها. اسمم گیلکه. گیله. ولد شامت دیونه. گرم یک وقتی شامت دیونه میگفتم حالی نیا. خوبه برو نمکن خارجی رفتم. خیره. من کو بشناختی؟ بله. من بشناختی؟ نه خاله جان. من از او خیلی بالایم برو خوبه کردم خوب. اکلو خاله. از او خیلی بالاتر. زن ماما نورو. نمیشناسم شما رو هم نمیشناسم خاله جان ماما نوروز هم نمیشناسم. چی باید کار داشتیم خاله جان؟ من سه کبرار خوبه کردم. همین تا بدل شدم که یک بچه خوب اخلاقی کارکن زحمتکش یک بشه پیدا کنم به خیر خوشی می دختر خور بدم بچه کارکن سوادداری هم باشه. آها شما دختر خون رتبت‌دار میکنید؟ آه دیگه برو شما خاله جانم یک دقیقه میشه بسته که من همین پوست خود پاک کنم به شما ناله میگم. خوبه خیر گپ نیه بریزیه دیگه خاله جان سرزمین های تا شب شه ورس پرته و میگه خاله جان یعنی دختر خود شما منزل شما خاله جان هدف مسخط شما یعنی منو برو جوسه که من چی میگم به تو خوب من یک بچه کارکنیم و یک بچه زحمتکشیم و یک بچه خوبی باشه که سر کوچه نشینه خودی هر کس بخیر بشین نداشته باشه به خاطر از این که دختر من پنجی و هنره همه تی خنایی که به برتونیه از این لوکستر و بیتر امالی روز تا بشم میدوزه این خان من دختر شما دختر نه من مسئله گپ به تو میگم برو خوربه گردم حالا کم که هستم من میگم یک بچه اخلاقی خوبی پیدا شه که بلکه به خیر خوشی اگه خواست خدا رفته باشه نماد میشه با سواد 12 سال برو درس خونده 12 سال؟ آه دیگه بچه هم که مور بستونه مگر با سوادی باشه دیگه برو جو حالا جان به نظر شما قیافه چی رقم خشینیه درآمدیاره ما که خاله جان باور کنیم اینجا شهرش پرچم غیر از ایشگلی پاکشم تافت ما اینجا مزدور داریم منه اگر میفهمین که به من پسند میبینیم خاله جان شما به جمع پیر و مادر مانیم من متعیلم آتش کنیم نه متعیل آتش کنیم من متعیلم خاله جان اصلا 33 سال سنده من متعیلم اصلا ندیدم رنگ زنه که چیه اگر میفهمیم که راه و رقمی داره کمال همینجی فاتح کنیم تو برار میگی من متعیلم یعنی زن داری دیگه درسته؟ نه خاله جان زن ندارم اصلا تو که میگی متعیلم دیگه متعیلم خاله جان متعیل آدم زن داره مجرد آدم زن نداره مرغ جرد آفرین مرغ جرد من خب گپ ازی بزن برار که چند کلاس سواد داری اولا به خدمت شما عرض کردم دیپلم بگیرید تو دیپلوم؟ دیپلوم چی رقمه با؟ تو چی میگی؟ دیپلوم یعنی کنکور مونده یعنی تو هم درس بخوندی؟ روز اول که برای تو معلم صاحب گفتن تو به درد جامعه نمیخوری خب یعنی درس نخوندی؟ به شما یک آدرس میدم خاله جان خب اونم اینجا بره بفهمیدی؟ خب بچه جوان خوش اخلاق خوش تیپ بفهمیدی؟ انا پیاریم یک سیچیلتا مرغ و گو و گوسفند یعنی داره بریم خاله جان خدا روزی شما دیگه جا حواله کنه خاله ای خاله من بیام آدم که بلکه تو یک آدم خوب پیدا کنی به من آدرس دقیق بدی که ما برم میگه اونی برم میگه من به کجا برم بیچاره سیاسری من چی میفهمم
خاله جان دختر شما برای بابا من بخره بوستونه. بابا تو زن نداره؟ خود زن کداره خاله دیگه؟ جان برای که اگه پیرم بیایه خدای نکرده میگی خاله بیگونه چی مایی به سر از این اینا خودت اختلاط میکنه. برای خاله جان برای مرد گپ و سخن نگردیم. من اعصاب ندارم خاله میبی از یک آدم اعصاب خرابیم. به مو خاطرم به مدت به من کسی زن نداده. چیش پر را بشی به تو زن پیدا میشه بخیر. 4 روز که از قیامت تیر شه. پیدا میشه خاله. 4 روز که از قیامت تیر شه به تو زن پیدا میشه. خاله من نمام. ابا خاک کنی. من بعد که دوباره که من زن بگیرم. ای با من خاله من اخلاق ندارم. خاله من اخلاق ندارم. اصلا من گوسالیم خاله. همونه که زن تو پیدا نشده. چی رقم مردم میبینی خاله؟ حالتون میبینی برای دختر برای دوماد میگردی. عجیب آدمی بوده ای. اینا میرم آیات به من افته من پا میکشم. مونده نبشی برو. سلامت باشی. خوبی بخیری؟ شکر بفرمایید خاله برین تیز شید. نه نمیرم خاله یک کلمی گپی مهم است تو بپرسم بچه خوبه گردم. من امیر هر نکو یک دیگه بغض که ما گپ زنم سعی کنانه. ببخشیم نشناختم من. رد شناختن یه لکو باز ما به تو میگم که مکینو. خوب بفرمایید عمل کنید. کار داشتین؟ سعی کن بچه خوبه گردم ما به تو چی میگم. خب بگیم. من برای یک بچه خوب اخلاقی با سوادی میگردم. خوب. به خاطر از اینکه اگه باشه بخیر خوشی می دختر خوب بدم بزو. بله. بله دیگه نداره نه خوازیدم که خودت گپ میزنم بچه یک بچه خوب با سوادی ما که دختر خوب بدیم بزو. با اخلاقی با سوادی بچه خوبی کارکنی زحمت کشی. این کار با شما زمان کار رواج کردین. نه چری؟ که بیرون بشیم برای دوماده میگردیم خوب. سر و خاله ما استاد چون. خاله جان. بگو نانه. وقتی کسی مثلا بچه اگر نمزاد دار شد زن مسته باشم میرم با خونه کسی ما خیش قوم همسایه خسرونی این ندیدم که زن دیگه به صحرا بگرده به هر کی ببینه بگه یک بچه خوبی با سواد میگردم که بچه خوب بودم دختر خوب بودم برای او سی کنانه این حال ما میشنم گپا مردو هم گوش کرد سی کو دختر من و خدا مزر خسرون داره که چی بگم هم هر چی خسرون میه یا معتاد میفته یا بیکاره میفته یا یک عملی که حتمی داره یعنی میگم این دخترک ما به بلا نفته که من نمیگردم یک بچه خوب با اخلاقی با سوادی که بگیر ما بفته که خودیو گپ بزنم که بیای به خسرونی دختر من خوب پس من میتونم بچه خوبیم بچه با سواد و معتاد نیم سر کوچه نشین نیم هدف شما پس من و ما دیگه خاله تعریف تر بکردم اگه تعریف تر نمیکردم با ما آدرس دادم من بیام پیش تو اومدم بچه من حالا جان سعی کنیم که بعد این جگاه ما تا حال دلم بوی شیر میره من از یک گپ و گفتانی که ما زن کنم اون جگاه میبینید نفرا همینجا شیشته اینه کار میکنن پیش همونو بریم شاید یک بچی با سوادی پیدا شه بریم خاله بگردم تا به مثل اولاد بنی از تو دیگه آدم بیتر پیدا میکنم دختر من ده پنجی ونره میته خنا میدوزه که هر کدوم مال چند قیمت نه خبری یکی دیگه گوش کو بچی من یکی دیگه 12 ساله که درس میخونه با سواده بریم خاله بعد به شما که بیایم به صحرا برات نفر بگه که دختر خوب بدیم بریم که بعد به شما بریم اون خونه یعنی دختر دیگه بشینیم تو میبینی بچی من با اون خونه قراری که دیگه بشینین هر کس دختر مسته باشه میاد به خسرونی دیگه میگه با اونو دم بوی شیر میده میفهمی یعنی چی یعنی منو خوردو یعنی نمیگی تا بگو نه خاله ما چیکار کنم بیکار شما برین که کارت کار خو بیلا چی رقمه که خود ما که سر میکنم بد اخلاقی میکنه اما شما از صبح وقت میگردیم بخو نه خاله خب من سر گپ آوردم بریم خاله بریم تو خدایار بیشک خاله تا همی سند سید من 18 سال سند منه دوماد بدیدم که برات زن بگرده ولی زن ندیدم که برات دوماد بگرده یار سلام از به شما به می شرایط اولا فکر کنه راست میگن این خاله گونه از این هم نیه حالی اوله که اعتماد نمیشه به سر هر کس که دختر خود بده بره و یکی هم دیو میگینه که یا دختر ازی به خونه مونده کی بیری شده به سر سلام میگرده برای دوماده
لیلی به چارده مایی دور باشم دیدم دو خیلی خیلی سلامت دم قریبا چی حال احوال داری؟ میرم پیتی جو کجا میری؟ میرم سر زمین ها خیال کردم میری که خودی زن کوکا خو گپ زنی که مسئول دگه برای شو به دختر خو نگرده برو چی میگی تو دیونی؟ در دهن مبن باشه رمزون نای نای اگه لنگم دروغ بگه تو دیونی به گزدن خوب بفهم تو اشته آدم زن کوکا تو به دختر خو برای شو میگرده بمی دو چیش به سر کی به درس را شما تمام همسایه گفتن زن کوکا رمزون نای برای شو به دختر خو میگرده یعنی من کوکا نوروز می تو چوب شیشته بسن زن میره برای شو میگرده به دختر خو بابا من بمیگم مونده تو بیدم از بیا کی شنیدی؟ از متصفید کجا کن شنیدی؟ خود من بدیدم همسایه هم میگفتم زن کوکا رمزون برای شو میگرده زن ماما نوروز به دختر خود یک بچگی خوبی بیشتر که زن سواد داری کوکا با به تعمی خلا برای شو میگرده به دختر خو من ندیدم به تعمی خلا کی؟ زن کوکا خو رمزون نای نای به این قلی ما نبرار جو به قلا بالا بیشتر به قلا بالا تو به قلا بالا چی کار دیشتی؟ تو به قلا بالا رفتی بشنیدی از قسمت آدم دونسته که به تو میگه حرفا بگه ها بابا کی گفته به تو؟ بابا تو یک گفا نمیدنی یا شکم کتی خود می برون تسکیر اوزاده ولدی بیارم با تو اینجا گاشه بید بیارم بابا همون نشنیدی میگه راه دور خبران نگی آخه برار معقدی معدی میبی مردم دروغ نمیگفتم همین یال کم برار جو برو زن کوکا خود بفهمون بعد ما اولین باره به توی تاریخ افغانستان به می سینده سال نسیدیم که بشنه و مادر به درش به دختر برای شو بگرده حال یکم بعد رمزو به شما ای به برار من زن کوکا به خاطر کمی ساده تره خب در نمیرده شو بشوده خوب بعده چی کرده داری به زن کوکا که نفری؟ او یعنی همسایه مانه بعد گناه داره رمزو دختر کوکا من خاطر بفهمیدی خسرون خیلی آماد تعبدل از اینا نبود خوشو چی زن کوکا میگه که حداقل دختر ما به جا حل بفته که همه سوده باشه هم حداقل بچه به اندازه خودی و درس بخونده باشه بابا برای فاکولته میگرده و درس خونی با چون دکتر و دختر انجینری درس باشه خونه خود درس خونده خب برو جو هم برای این ترین خیاتیه برد بچی با سوادی میگرده بچی خوبی میگرده گه پینیه بگرده بخور بگرده. چی کرده تو چه درسیدی تو میشه با تو نمیدم یک دم و من نمایو تو بکنم نمیدم، بخش بخاطر- روی دیونی اثر مادر خونه برو کوکا برای تو خوبه پیا خورسته خاک بکلی برو گرد مال به سر میترم که بالا میکنم بستا میکنم برو گه اهالی قریه زن کوکا مادر رمزون برای شو دیگه پا نزنی بخی خب برای تو رمزون دایی نکشه بده تیز بدی شال تقلا نبدی با تو جارزه خوب تو پست تربه کنم با خدا زبون خواه نکنی به تقلا ایت هر چی بمی درختا باشه با تو عروسی را بده دری زن کوکا رمزون به چادی بایی بسته کرد مردی بسته کرد تو من مادر خونه دیدی؟ نه چرا بابا چی بگم مالی بابا؟ ابری استند که پاک بابا چه کار شده بابا این مدل بیعقل تو نافهم میفهم چه کار کرده برسه به خلابه برای دماد میگرده من چه کار کنم از دست دیوانه شدم کو بغلی بالا برای دومات میگه یعنی چی بابا شما چی میگین کی گفته به شما مردم میگه کی میگه به من بیلا همه گناه شما نه بابا از قدیم مادر من هر کاری که میکردم از شما اجازه نمیگرفتم خوب الان شما یک سیاستی به خونه ندارین که به شما بگن که من به میتر رای میرم هیچ خونه بیرون میشم به شما هیچی نمیگن خبرم میری ندارم پیدا میکنی زودی فورا به وردا بیار به خونه بیار کنی بابا من مادر خو کجا پیدا کنم من چی میفهمم مادر ما به کجا رفت سه کو دیگه تمی خلاب بگرد دیگه لنگا کو کنده شو برادیو خوب بهانه باشه میرم میگردم بابا برادر خوب بابا بهانه میرم برو دیگه برو کبری سندو برخت دیگه بده وزیرات بله بادام و دارم نشب خوابونه رو زارم و دارم خوشحال بشی گیلک خوشحال بشی باشه خیر خیر نیلی داشتنی چی گفت کجا بدی؟ کجا میری؟ همین تو مهم برو میشه از سرزمینو کجا بدی تو؟ سر شیلیا واقعیت گیلک تو خدا بعد رقم یعنی چه روز به سر میشه الیا زحمت میکشی چی اصلا پیرت هم فکر نمیشه که یک دست سخت به تو بس باها شیلیا به خیر خوشی جیجتا فینا خلاص که میبریم به شیلی خونه شیل برنگ میشه سال ده من شخصی به من میدم بابا من 10 منم به نانی من
گندم هم دامنه خیلی میده. شیخسی دیگه او خوردن که هر روز میخورم من سال به تو دامن خیلی میده. دیون ششخی آخه برا رو خوربه گردم شه او روز تو زحمت میکشی. شه هم به سر می زمینای روز هم به سر می زمینای آخه به تو یک فکری بکنه یک آینده به تو تیار کنه این دیگه تا کی دیگه مگردم. آینده خبرا رو گل من نه تو به گپ من نرسیدی مزدوری من نمیدم دامن بر اینجا درجه یک صدری به من میدم که بخوام هر چی مایم بخرم یا نفرشم دامنم به نانیمه تیاره خب لیلا ازی بر که بیمید یک زنکه که به جلوی تو نخور زنکه؟ ها چطور زنکه؟ برای بچه میگشتک بچه خوش اخلاقه بچه خوبه باشه سرکوچه نشین نباشه نیو نه چیزه ارتکاکی دیشون بفهمیدی؟ مگه چون بیا دوماد ما شما گفتو خاله جان من نمام خاله جان دختر خود میدم به تو میدم باعث شده که دختر خود میدم به تو ما گفتم خاله جان عقل کمال ما به صفره دیگه به خدمت شما عرض کنم برو آدرس عباس دادم عباس سرزمینو خیلی من چه کار میکنم جگه شیشتی به آدرس بگوزم برو با بچه خواهد بیا که پیش عباس گیلا از تو آدمی بیتر میدی کارکنی هستی زحمتکشی هستی پول پیدا کنی هستی از تو آدم بیتر میدی بچه خوبی هستی طول کسی به می منطقه از تو گپ نشنیده دیگه از تو آدم بیتر از کجا پیدا میکنی ماشون بعد بچه خوبه میگم من آدم خوبه شاید نباشم نه دیگه گپ نزن گیلا آدم خوبی واقعیت آدم دستی تو برو نیریلا بستو چیکار کنم تو بستو دختر مرتکه گیلک من بیزارم یکی دارم اما لعنتی به جنجالم مگر تو با مسون برای نین بگردم تو لقمه پیدا کنم بریم راست میگی با دوتا باشه باز با کجا بگم برشو بدم ما چه کنم نه ماملالا بیزارم خو ایریالا کور بستو کی ریالا کنم ای زن قدیمی خو اشتیالا کنم تو ریالا دی برو بگو برو مثلا پیار خو برو ایر بستو نمیشه گیلک من زنکه گفت رخ میدوزه خان میدوزه مثل خان تو من و درد من نمیخوره گیلک من یکی دارم بیزارم نمو زنده بشی اما اثر مگیل کمال اضافه سلامت بشی شاید به فوسک تو هم دوتا نخوره نیلیلا نه بابا یکی اضافه راست میگی دوتا کجا کن حساب کن